پولدارم هست یا ایرپاد مکس و به شما مربوط نیست. دست شما چقدر روک ماشاءالله. توش چیه؟ قسمت دوم. بازم امروز میخوایم بریم ببینیم تو کیف مردم چیه. بیاد با هم بریم ببینیم. سلام. میخوام ببینیم تو کیفتون چیه. ببخشید. بیا جلوتر خورده. ولی خدا اگه میشه سریعتر لطفا. بیا جلوتر. این چیه؟ این ابزار کارم داشت. چیکاره شما؟ من چرا قوی فروشم؟ خب بس توش بنزین روشن چه کنی؟ داش با چرا بس نه؟ آره. خب. من نخورشم خورده زیاده. خب چرا واقعا؟ ماشاءالله داش سرمایه‌دارم هستی. شما آخر شب شغل میرم. هزینه پس می‌کنی شما. موتور سوارم که هست. موتور خودتونه؟ بله موتور خفنیه. چرخش بچرخه. مرسی. خدا خطرناک میشه. نه چیزی نیست. ببخشید آقا سلام. بچه دیگه چند تا آدامس و اینجا هم چیزی نیست. خدا بگردین دیگه. اول فاز. اوه بچه‌ها میشنن؟ برای تصویر که برای نمیزنم. اوه عطر رو برای چی میاد؟ دیگه حالا چه بیبی میرم. سرما که زیاد می‌خورید مثلا. آره. خب اینم از این ور. اینجوری چیو؟ دست در آقا ما یه چالش اینستا داریم میگیریم. یه دقیقه واسه من نمیخوای؟ آقا این پسره 2 تا کیف داره. بریم ببینیم تو کیفاش چیه. بیا با من. داداشی سلام. آقا ما یه چالش داریم میگیریم به اسم توش چیه. میخوام ببینیم که تو کیف مردم چیه. شرکت می‌کنیم. اگه سر بریده باشه چی؟ حالا ببینیم توش چیه دیگه. راضی اوکی؟ بیا ببین. خب اول کدوم شروع کنیم؟ این یا این؟ فرقی نداره. اول اینو بیا جلو ببینیم توش چیه. اول واسه من عطر. خب بریم بعدی. این بعدی. کابل. چیز خاصی نیست. پول داری. آره 2500. خب سلام هست آقای بردار. داداشم قربونت برم داداشم. بعدی پاوچه خوشگله. آره. اینا چیه؟ ابزار کار دیگه. چیکار می‌کنی شما؟ تعمیر کار موبایل. همینجا مغازه شما؟ بله. پولدارم هست یا ایرپاد مکس و به شما مربوط نیست. دست شما چقدر روک ماشاءالله. کیف پاشتون من ببینم. ورزشکاری؟ به شما مربوطی؟ آقا این ناراحتی می‌خوای نه نگردی؟ نگاه کن دیگه نگاه کن. بیا. شامپو کلیه. بهداشت حرف اول میزنه. بیا. داشت. چه خد ماشاءالله وسیله داری داداش. کاتونیه دیگه. چرا حوله؟ ژل آلوویرا. ژل آلوویرا. اوکی. خب اینا رو بذار دیگه چیزیش نیست؟ رو منم دارو مارو. حالا میبینم. دارو ویتامین سی دیگه. اوه باشه دیگه دارو میخوری. ببینم. اوه اصلا کاری دست بفهمید داره کنه. اومگا 3. اینو من مثلا من میدم. ببخشید. همین دست شما خیلی خوشحال شدم. مرسی که شرکت کردید. خدافظ.